موسیقی مورد تایید شما باید دارای چه خصوصیاتی باشه؟ در 2 کلمه من همیشه این رو گفتم. موسیقی که عرضه میشه باید برای مردم خوشایند باشه و از نظر اهل فن مورد تایید باشه. یعنی اهل فن بگن که این خارج از موسیقی اصیل نیست و مردم عادی هم بپسندن. نمونه خیلی ساده میتونیم مثال بزنیم. زرد ملیجه رو شما ببینید که با هر ساعتی میزنی قشنگه. گروه میزنن، هر کی گوش میکنه میگه به به چه قشنگه. یه ساز میزنه قشنگه، 2 ساز میزنه قشنگه. واقعیت موسیقی در این است که مردم بپسند. یعنی موسیقی باید زیبایی داشته باشه، نداشته باشه فایده نداره. و دوم اینکه خب از لحاظ تکنیک و از لحاظ اصالت نیست مورد تایید اهل فن باشه. و الا چیز قشنگ زیاد میشه ساخت که پرت پلا باشه و مردم بپسندن.